در صدر تحولات بین المللی تنش‌ها میان ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بی‌سابقه شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در حملات آمریکا و اسرائیل رهبر جمهوری اسلامی جان باخته است. اکنون پرسش‌های اساسی مطرح است: آیا منطقه در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته است؟ نقش بازیگران فرامنطقه‌ای چی خواهد بود و پیامد انسانی و ژئوپلیتیک این تحولات تا کجا گسترش خواهد یافت؟ بیننده های گرامی، شما بیننده انعکاس از آفاق هستید. برای بحث بیشتر در برنامه مهمان است آگاه مسائل سیاسی آقای سید هاشم جواد بلخابی. من میزبان یوسف خان لاله هستم. آقای بلخابی، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه. خدمت شما، همکاران محترم شما و بینندگان ارجمند رسانه مفید و گسترده شما، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام. یقینا که در این شرایط خاصی که کشورهای فرامنطقه‌ای به کشورهای اسلامی خصوصا در منطقه خلیج فارس که شارع حیاتی اقتصاد بسیاری از کشورها هست، یک اقدام خصمانه هست و شاید که خوشبین باشیم به اینکه ملت‌های مسلمان و ملت‌های کل منطقه با این اقدامات خصمانه کشورهای فرامنطقه‌ای خصوصا ایالات متحده آمریکا بیدار شوند و به منافع خود فکر بکنن، نه به منافع بیگانگان، خصوصا رهبران کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه اعمی از اسلامی و غیر اسلامی به این واقعیت پی ببرند که کشور ایالات متحده آمریکا، چنانچه که یکی از مسئولین کشور چین اخیراً گفتند که ایالات متحده آمریکا معتادی به ایجاد جنگ‌ها و نزاع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هست. بنابراین با یک کشوری این چنین و با یک رهبری مثل ترامپ ما و شما شاهد خسارات و جنایات زیادی بوده ایم و خواهیم بود و راه چاره بر این است که کشورهای منطقه متحد باشند برای جلوگیری از این خسارات جانی و مالی که می‌بینند. بله، جان باختن رهبر جمهوری اسلامی را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در این مورد چی است؟ تجاوز و ترور، چه شخصی چه دولتی، و جنایت و زورگویی در هر کجای دنیا و بر علیه هر کسی باشه پسندیده نیست، نه از نظر انسانی و نه از نظر شرعی. اونچنانی که ما شما دیدیم در گذشته آمریکا به بهانه‌های مختلف رهبری لیبی رو از بین برد و تا حال در کشور لیبی آرامش کامل به وجود نیامده و بسیار خسارات سنگین ملت لیبی متحمل شدند و ما شما دیدیم در ونزوئلا رو بودن و ترور رئیس جمهور در ونزوئلا اخیراً ما شما شاهد بودیم و همچنین تجاوزات مکرر به کشورهای دیگه مثل عراق و بعضی کشورهای آفریقایی ما شما شاهد هستیم. حتی تهدیدات آمریکا بر علیه بعضی کشورهای اروپایی رو ما شما شاهد هستیم و بنابراین جنایت و ترور به هر شکلی که باشه و در هر کجایی که باشه کاری غیر انسانی است که آخرین اون رو ما شما در جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم که برخی از مقامات جمهوری اسلامی و خصوصا رهبری مذهبی و دینی جمهوری اسلامی ایران یک شکل غیر انسانی و تجاوزکارانه از بین برده شدند. بنابراین این یک امر وقیحانه و یک عمل ناپسند و غیر انسانی و طبعا غیر شرعی هست. بله، زیاتر تحلیلگرای غربی به باور هستند که با کشته شدن آقای خامنه‌ای شاید حکومت ایران سقوط کنه. باور شما در این مورد چی است؟ آیا سقوط میکنه یا خیر دیگر هم پایدار میماند؟ کسانی که تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی ایران را از سال 57 و مخالفت‌های مستمر برخی کشورها خصوصا ایالات متحده را مطالعه بکنن و ببینن ما و شما تا حال به این تجربه هستیم که نظام ایران مبتنی بر اشخاص نبوده. من باب مثال در سال 57 اواخر 57 58 59 اغتشاشات این چنینی که امروزه در ایران در اثر بعضی اشخاص دیده میشه در اون سالها خیلی به اوج بوده
و بعد از او جنگ ایران و عراق بوده، بعد از او انفجار در ایران شده که رئیس جمهور و نخست وزیر و ده ها تن از شخصیت‌های مهمی جمهوری اسلامی مثل آقای دکتر بهشتی و غیره از بین برده شدن و بعد جنگ ایران و عراق ما شما می‌بینیم، بعد حمله آمریکا و تبس مستقیم ما شما می‌بینیم و بسیار این رویارویی یک تاریخ طولانی داره با عمر انقلاب ایران و اشخاص زیادی از بین رفتن و تحلیلگران غربی و کشورهای غربی بسیار امیدوار بودند که بعد از فوت آیت الله خمینی دیگه انقلابی وجود نخواهد داشت، جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت و در اوج امیدواری و تحلیل‌های مثبت به نفع خود بودند. ما شما دیدیم با همه اون همه رویارویی‌ها و ضایعات، تلفات و خساراتی که دیدن و حتی فوت حضرت آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه، جمهوری اسلامی همچنان باقی ماند و بلکه قوی‌تر شد و تجربه آموخت از این همه رویارویی. بنابراین چنین تصور میشه که این حوادث و وقایع باعث تغییر نظام نمیشه و بلکه تجربیات بیشتری را میآموزند مسئولین نظام و ممکن هست که بیش از اینی که خسارات به ایران وارد شه، خسارات به آمریکا وارد خواهد شد. به لحاظی که ملت آمریکا و مسئولین آمریکا غیر از ترامپ اکثرا موافق این جنگ‌های نیستن. به این موضوع میپردازیم. سوال دیگر اینجایی است که از یک طرف پاکستان میه حریم هوایی افغانستان رو نقض میکنه، بمباردمان میکنه، از طرف دیگه اسرائیل میایه حریم هوایی ایران را نقض میکنه، بمباردمان میکنه. چقدر این هر دو کشور که هم ایران است و به بخشش هم اسرائیل است و هم پاکستان است در بی‌ثباتی منطقه رول بازی کردن؟ ما شما در این چند ماه اخیر دیدیم که مکرراً شهباز شریف وزیر اعظم پاکستان و کماندان عمومی اونا منیر آمریکا رفتن و بعضی جلسه در مصر تشکیل شد و بسیار آشکارا و وقیحانه ما شما دیدیم که به نهایت به اصطلاح چاپلوسی و سرسپردگی خود را به آقای ترامپ خصوصا اظهار کردن بدون کدام حیا و حجاب و شرمی به عنوان یک کشور اسلامی. و از طرف دیگه ما شما دیدیم که اخیراً بعد از تجاوزات پاکستان به کشور اسلامی افغانستان آقای ترامپ اون را یک عمل پسندیده و شجاعانه توصیف کرد. بنابراین به این نتیجه میرسیم که پاکستان و اسرائیل در یک مسیر حرکت میکنن، هر کس در منطقه خود فرمانهای کشورهای فرامنطقه خصوصا آمریکا را تطبیق میکنن و از خود واقعیت اراده‌ای ندارن، زیرا که یک چنین جنایاتی که از پاکستان و چنین تجاوزاتی که دیده میشه در خور یک همسایه مسلمان با مشترکات فراوان و به نفع ملت پاکستان و به نفع ملت ایران افغانستان نبوده و نیست. بنابراین این جنایاتی که اسرائیل صورت میده در این ماه مبارک و جنایاتی که از پاکستان ما و شما میبینیم به خیر جهان، به خیر ملت ها نیست و در واقع تحت فرمان کشورهای فرامنطقه‌ای و اخصاً آمریکا صورت میگیره که جای تأسف هست و یقیناً که برای اسرائیل و برای خود پاکستان و حلقه خاصی که راضی هستند به این جنایات عواقب خوشی نخواهد داشت. بله، پیام ترور آقای خامنه‌ای به منطقه چه خواهد بود؟ همچنانی که عرض شد روبوده شدن و ترور رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و از بین بردن معمر قذافی در گذشته و این سری جنایات سریالی تجاوزکارانه از سوی آمریکا باعث بیداری ملت‌ها و کشورها خواهد شد و نه باعث تضعیف نظام‌های قانونی هر کشور. زیادتر تحلیلگرا حمله پاکستان بر افغانستان و از اسرائیل بر ایران هماهنگ میدانند، میگن که این هر دو کشور هماهنگی کرده بین همدیگه خود که منطقه را به بی‌ثباتی بکشن. شما چی نظر دارین در این؟ سازماندهی و فرمان ستادی به طوری که ما شما دیدیم از رفتارهای آقای شهباز شریف در گذشته یقینا از یک جای صادر میشه. زمان، مکان، نحوه تجاوز یقینا که همه
از طرف آمریکا ترتیب داده میشه و صادر میشه و در این زمان آمریکا به بهانه تصرف بگرام که بارها تکرار کرده بودند که بگرام را متقاضی هستند مجددا به دست بیارن و امارت اسلامی افغانستان شدیداً مخالفت کرد، راهی ندیدند جز این که برای اشغال فلسطین و برای تشکیل دولت اسرائیل بزرگ کشورهای اطراف اسرائیل رو تهدید بکنن و برای به دست آوردن و یا تضعیف امارت اسلامی افغانستان پاکستان رو وادار بکنن. به هر حال این فرامین از یک جای صادر میشه و هر دو تحت امر آمریکا هستن و این واضح و آشکاره برای مردم منطقه و برای مسلمان ها. یقینا ملت شریف پاکستان به چنین غلامی رضایت نداره. ملت افغانستان خود در تاریخ ثابت کرده که هیچگاه غلام نبوده، همه قربانی ها را قبول کرده که آزاد باشه و طبق دستورات دینی خود و شریعت اسلامی عمل بکنه. ملت پاکستان هم یقینا چنین فکری دارن و اما حکومت پاکستان و یک حلقه خاصی در پاکستان متاسفانه همگام و همراه با اسرائیل نظم منطقه، نظم جهان را میرن که به هم بزنن و ان شاء الله تعالی که خود مواجه به یأس و ناامیدی و شکست خواهند شد. بله، واکنش جمهوری اسلامی را بر حملات اخیر اسرائیل شما چگونه ارزیابی میکنین؟ سپاه پاسداران گفته که عملیات را انجام خواهیم داد که در تاریخ نظیر نداشته است. بله، ما شما در جنگ 12 روزه گذشته شاهد بودیم که جمهوری اسلامی تلافی کرد تا اونجایی که اسرائیل و آمریکا متقاضی آتش بس شدند. اما این بار مسئولین جمهوری اسلامی چنانچه که ما شما آگاهی پیدا کرده ایم از رسانه ها گفتن که اگر شروع تجاوز از آمریکا و اسرائیل باشه ختم اون مثل دفعه قبل و یا جنگ 12 روزه در اختیار آمریکا و اسرائیل نخواهد بود و این دفعه بنابراین جمهوری اسلامی تصمیم میگیره، یعنی تا نهایت امر و تا شکست کامل آمریکا و اسرائیل و تا حدی که امکانات و توانایی داشته باشن مسئولین جمهوری اسلامی یقینا اراده دارن که این جنگ رو ادامه بدن و در جنگ فرسایشی ما و شما دیده ایم که آمریکا بارها شکست خورده، بارها در ویتنام در گذشته شکست خورده و در نقاط دیگر شکست خورده، اخیراً در افغانستان شکست خورده و همچنین اسرائیل. بنابراین اراده مسئولین جمهوری اسلامی یقینا بر این هست که این جنگ رو ادامه بدن تا شکست آمریکا در منطقه و همچنین اسرائیل. بله، اسرائیل چقدر از قوانین بین الملل گذشته است؟ چقدر این قوانین را زیر پا کرده است با حملات اخیری که انجام داد؟ همچنان امریکا. ما شما اعمال متاسفانه آمریکا رو شاهدیم در همین اواخر در گذشته هم همچنان بوده که هیچ کدوم از اقداماتشون مطابق قوانین بشری و مقررات سازمان ملل و حد و حدود اختیارات هر کشور هیچ وقت نبوده، هیچ زمان نبوده. آیا تجاوز آمریکا در ونزوئلا، تجاوز آمریکا در لیبی، تجاوز آمریکا و عراق و تجاوز آمریکا در واقع به غزه و فلسطین، این اسرائیل و امثال اسرائیل تنها یک سربازی بی اختیار هستند، در اختیار آمریکا قرار دارن. همه اینها و در اخیر هم تجاوز به ایران، چنانی که اکثر کشورهای دنیا این را محکوم کردن، یک به اصطلاح تجاوز غیر انسانی و فراقانونی و متاسفانه وحشیانه بوده و دنیا به این اذعان داره و سازمان ملل و غیره اگرچه محکوم کردن و محکومیت اونها تأثیری هم اگر نداشته، ولی اذهان بیدار جهان چه کشورها و چه ملتها شاهدن که یک چنین اعمالی غیر انسانی، غیر مسئولانه و دور از حدود استقلال کشورها هست. شما رول سازمان ملل و نقش سازمان ملل فی الحال چگونه ارزیابی میکنید؟ زیاتر تحلیلگرا به باور هستند که سازمان ملل فقط برای محکوم کردن است، نه برای جلوگیری از چنین حملات. ما شما میبینیم سازمان ملل در مدت‌های مدیدی بسیار قطعنامه‌های مکرری را بر علیه تجاوزات اسرائیل صادر کردند
و بعضی رفتارهای آمریکا را هم محکوم کردن، ولو که شاید خیلی با اکراه بوده باشه به خاطر توجیه اعمال خودشون و به طور سوری، اگرچه سوری باشه، هم محکوم کردن. و ما شما دیدیم که نقش اجرایی هیچ زمانی پیدا نکرده، تنها یک شعار بوده و اکثر اوقات هم جانبدارانه بوده. متاسفانه به جانب کشورهای متجاوز و زورگو اونها تمایل پیدا کرده بودن. بنابراین حیثیت و اعتباری واقعی سازمان ملل فعلا در جهان نداره. فعلا جای سازمان ملل آیا امو شورایی که ترامپ جور کرده او به نظرتان گرفته یا خیر هیچ نظم نوین جهانی وجود نداره؟ فعلا این خلا در جهان وجود داره که یک سازمانی منصف انسانی همه جانبه با قدرت اجرایی وجود داشته باشه. فعلا این خلا وجود داره. اون چی که آقای ترامپ برای خود تنظیم میکنه و اجرا میکنه و سازمان ملل را به استهزا میگیره و در واقع وجدانهای بیدار انسانهای جهان رو نادیده میگیره و به استهزا میگیره و نه تنها جای سازمان ملل رو نمیگیره بلکه سازمان ملل رو نقشش رو کمرنگتر هم میکنه و در تضاد با اون قرار میگیره و این خلا در جهان موجوده. امید هست که کشورهای مؤثر دنیا و ملت‌های دنیا به فکر یک چنین سازمانی جهانی حقوق بشری واقعی باشند که ضمانت اجرایی هم داشته باشه. حملات اخیری که پاکستان بر خاک افغانستان انجام داده است، شما حملات تلافی‌جویانه امارت اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ چنانی که ما شما دیدیم پاکستان با کبر و غرور و خودخواهی با پشتیبانی علنی و مخفی آمریکا به کشور اسلامی افغانستان و مردم افغانستان، به امارت اسلامی افغانستان تجاوزات مکرری صورت داد و در هر بار چنان سیلی از طرف امارت اسلامی افغانستان و ملت افغانستان دریافت کرد که در تاریخ پاکستان افغانستان بی سابقه بوده و باعث اتحاد ملی در افغانستان شد، باعث اعتماد بیشتری هموطنان ما در خارج و داخل و امارت اسلامی افغانستان شد و جهان فهمید، پاکستان هم فهمید که امارت اسلامی افغانستان و کشور اسلامی افغانستان کشور بی صاحبی نیست که پاکستان با اون طمع داشته باشه و به امر اربابان خود و باداران خود چشم طمع به یک وجب از خاک افغانستان داشته باشه. بنابراین جوابهای مستحکمی که دریافت کرده امید هست که درس عبرت گرفته باشه و چنین جنایت را تکرار نکنه. شما چگونه میبینین روزهای آینده را برای کابل اسلام آباد؟ آیا جنگ دوام پیدا میکنه؟ بستگی داره به تحلیل شما چی از این مورد؟ بله، حلقه خاصی که در پاکستان هست با جوابهایی که از امارت اسلامی افغانستان دریافت کرده ممکنه به خود آمده باشند و چنین تجاوزات رو تکرار نکنند و اگر اونا چنین تجاوزات رو تکرار بکنن چنانی که انتظار پاکستانی ها نبود، حلقه خاص نظامی پاکستان و انتظار آمریکایی ها نبود که امارت اسلامی افغانستان و ملت افغانستان چنین با قاطعیت مقابله بکنن و چنین مشت محکمی به دهان متجاوزین بکوبن و حال این را دریافتن و اگر اونا به تجاوزاتشون ادامه ندن یقینا که امارت اسلامی افغانستان سر صلح با همه کشورها و ملت‌های جهان داره، نه سر جنگ. پس شما میگین که روزهای آینده نامعلوم است ولی از نظر شما؟ بله نامعلوم هست در واقع، چون تصور میشه. زیاد از تحلیلگران به پالیسی فعلی پاکستان که میبینن میگن که شاید جنگ دیگر هم حتی تا ماها ادامه پیدا کند. یکی اینکه حلقه خاص نظامی در پاکستان مستقل نیست، نمیتونه تصمیم مستقل بگیره به توقف جنگ یا ادامه جنگ. گوش به فرمان باداران خود میشه و باداران هم مصالح و منافع خود را میبینن، نه منافع ملت افغانستان و نه منافع ملت پاکستان را. بنابراین اونها گوش به فرمان باداران خود هستند و اگر که اونها صلاح به ادامه تجاوزات ببینه امکان داره که حلقه خاص نظامی باز هم در پاکستان دست به جنایت و تجاوز بزنه. اما اون چی که مهمه، امارت اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان
جواب دندان شکن داده و از تجاوزات اونها هیچگاهی ملت افغانستان هراس نداره. آیا راه دیپلماسی فعلا هم باز است؟ هرگاهی که هر کشوری خواسته باشه با امارت اسلامی افغانستان بر حسب تجربه سالهای گذشته که ما و شما دیدیم مشکلات منطقی و فرامنطقی را به مذاکره بگذاره و از راه معقول و دیپلماسی حل و فصل بکنه، یقینا کشور ما و شما و دولت ما و شما امارت اسلامی افغانستان درهای دیپلماسی رو باز گذاشته و اگر کشوری طمع داشته باشه و قلدر آبانه و زورگویانه و متکبرانه تن به دیپلماسی و امور معقول نده، یقینا که جواب اونچنانی که خود اقدام میکنه سختتر از او جواب دریافت خواهد کرد. آقای سعید هاشم جوادی بلخابی صاحب، تحلیلگر مسائل سیاسی، در برنامه از حضورتان بسیار زیاد متشکرم. بیننده های عزیز، برنامه هم بر همینجا بر پایان رسید. شما را به الله پاک میسپارم. وقت خوش.